من اختیار کن یا همون دختر اختیار کن، نمیگیری خلاصه. یک مسئله را اعلام کنیم، مقصد هشدار کنیم. مسئله شوهر دادن دختر بدون اجازتش. برای من چند مراتبه نوشتیم، حالی همین شب و روزا من دادن الکی من به مانند مثل فاتحه کرده شده، لیکن من زندگی کردن نمیخواهم. گفته نوشتین یک بچه هم اون مادرش مجبور میکرد است که دختری خالش بگیرد و این بچه به میل ندارد به سوی دختری خالش، یعنی که من دیگر کس رو میگیرم، گوید مادرش میگفته که مقصد چی، یا من اختیار کن یا همون دختر اختیار کن، نمیگیری خلاصه. محترم پدران و مادران، فرزندان خود را به شوهر دادن به یک مردی که نمیخواهد، اینچنین به یک زنی که نمیخواهد اون کلین نکنید و در این باره مجبور هم نکنید. اگر رفت و فرزندهای شما را اطاعت نکنن، اونا گناهکار نمیشن، چون که اونها به بلاغت رسیدن. مسئله بله مثلا از زنی فاحشه میگیرم گوید بله نگیر، گوید راه های علاجش فهمون. اگر عاشق شده باشد، مثلا یا زنی بد باشد، یا زنی جادوگر باشد، یا زنی فاحشه باشد، اخلاق بد داشته باشد، بله در این حالت شما حقی نهی منکر کردن دارید. لیکن مجبورا یک شخصی که نمیخواهد و گرفته نتید که حیات او بیچاره هم نسوزانید، این هم مجبور میکنید که پگه به یک شخصی که نمیخواهد زندگی کنفته. زندگی از آن اونا هست، او شاید 24 ساعت همراهش هست، بعد عاقبت های ناخوش دارد. مجبور کردن ممکن نیست به شخصی که نمیخواهد. نصیحت کرده میشد انسان مثلا به یک آدمی که از حلال و پاک است، به این آدم به خانه دار میشه، از زنی پاک به زنی میگیرد، نصیحت میکنید، میگوید که پدر و مادرش آدمی خوب است، عائله خوب است، نصیحت میکنید، لیکن مجبور نمیکنید. ویگدی خداشون است، یعنی برای پدر و مادر همین چی هست، یعنی من به تو نیکی را بدی را نمیخواهم که بچم دختری خواهری مرا بگیر، یا اینکه اگر رفت تو از من دخترم به همین فلانی ندیهم او از من خفه میشد. یعنی آدمی که خواستگار آمده است، شاید رئیس شما هست، شاید دوستتان هست، شاید یک کسی هست که از وی قرضدار هستید، یا یگان مشکلی دارید بین و یگان میترساند یا مشکل. بعضی آدمای ما شاهد بودیم وقتی که به خواستگاری میرفتن، اگر دختر ندید و پدرش به مادرش ضرر میرسوند، از کار میگرفتن، از وظیفه ها خالی میکردن، و کجا کار رود کارگری نمیموندن به واسطه آدم های درکاری، ضرر میرسانیدن. این کارا نادرست است، این مجبوری نیست. نداد دیگر دختر جستجو کنید. بنابراین برادرای عزیز، خواهرای عزیز، دختران خود و پسرهای خود مجبور نکنید. مجبور نکنید که عاق میکنم یا که تو باید گفتی من نکنی، خیلی نکنید. بگذار مهلت دهید، فکر کند، استخاره خواند، به یک شخصی که میخواهد به وی خانه‌داری کند که این عاقبتی بد دارد. بسیار جوانای امروزه اینقدر عقل هم ندارند، وقتی که دیگر نه حول و نه قوت دارد، هیچ کس گپی او را نگیرد، هیچ کس به درد او نرسد، احتمال از خودکشی کنه، احتمال یگان کاری بد کند. بعد یا قصدن اون بیچاره دختر زند، مقصد اینه دختر هر یک عیبی معیده که میابد بعد بر سر شما میماند. این دختر یافتگی شما، کلیندی که شما یافتید، بر قصد شما میزند. شاید این همین مردم ما شاهد بودیم، شاهد هستیم، بارها شکایت های مردم میشنیم، همه شما میدونید.
همین بسیار مردم شکایت کردن که پدری ما در وقتش مادری ما رو بسیار زدگی است. همه همینه میگفت پدری ما، الان پدرای پیر باشنم، مادرای ما خیلی در وقتش بسیار زدگی هست، بسیار ظلم کردگی هست. امروز به فلان بیماری گرفتار است، امروز این است، امروز آن است. یعنی عموما این عملها طبق شریعت نیست. برادرای عزیز، ما باید بازگشت به سوی الله تعالی کنیم، به کسی ظلم نکنیم تا میتوانیم پایبند این دین مقدس اسلام شویم. فاتقوا الله ما استطعتم. الله تعالی میگه که تقوا کنید به قدر امکانیت، به قدر امکانیت طبق دستور الله تعالی عمل کنید. بنابراین دخترها و پسرهای خود را باز مراتب دیگه تکرار میکنیم، مجبور کرده برای مصلحت خودتان، یعنی برای فایده خودتان شده به دوستتان یا به خویش و تباراتان، به شخصی که میخواهید یا از وی برای شما یگان فایده هست، مصلحت دختر و پسری خود را رعایت نکرده، یعنی فایده های آنها را به نظر نگرفته آنها را مجبورا خانه‌دار نکنید. بله. سلام علیکم استاد. علیکم السلام. سلام علیکم استاد. استاد جان، یه سوال داشتم، اجازه داشت؟ بفرمایید. استاد جان، همین نمازی گفتن قطعی ترابه پیش همین نمازی بامداد از 30-40 مینوت با بامداد رسیدن ابو خانم درست باشه نباشه استاد جان؟ مثلا من شبانه کار میکنم، در جای کار میخوام استاد. بله، کوشش کنید خفتن در ابتدای وقتش اگر یگان 5 دقیقه وقتی افتید فرضش خوانید، بعد تراویح و سنت و ویتر و این چیزای پیش از اذان بامداد 30 دقیقه بله میتونید خوانید. خلاصه اذان بامداد نگفته پیشتر نماز ویترتون رو به آخر رسونید. برادر سلمان میکنم. برادر سلمان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. باستین انشاءالله. الحمدلله. یک چند سوال بود. دائم از صلای доставка گفته بودین. بعد یامو یک ویدیو точнее доставка برو اومدیم. ما همین حوزی چیستا همین حالت خودم در داخل داره سوال. ما مقصد میخونیم با غیر همین کور مقصد اگه کور دیگه نیست ده حوزی. با где-то ما ساعت 5-6 بگا میبرم ای больница بعد دیگه وقت نمیمونده در سماکا доставка کار میکنیم. امروز گفتم یا بفهمم شما که ما همین وریانت نداریم دیگه، اگه کور دیگه بعد از رمضان این میویدو ما میشه که کار کنیم اونجا و هم پلوس داره یک مینوس داره که اما گوشت خوب داره نکی. خیلی در پیش دهه آخر دارید، در پیش دعا میکنید انشاءالله الله تعالی یک کسب برایتان آسان کند که حلال و پاک و بی شبهه باشه. الله تعالی اگر کوشش کنید و نیتتان خوب باشد، ای یعلم الله فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، وعده الله است. اگر الله تعالی در قلب شما نیکی را بیند دیگه علاج هم نیست نگویید. این قدر دنیا وسیع هست، این قدر زمین وسیع هست، رزق از آسمان است. و ما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها. یگان چارپای نیست مگر رزق وی بر ذمه الله است. یعنی که چاره ندارم دیگر نگویید. کاوید جستجو کنید. از امروز تا آخر رمضان شما امکانیت ها دارید، جستجو کنید. علال خصوص برادرای مسلمان تاجیک اگر یگان کارخانه ها داشته باشند و اونجاها روید، پیشنهاد کنید. همین موی سفید چی که هست کو چی بود نامی مرغش، مرغی مشهور است کو رسمی موی سفید چی ریشدار کردگی ها حکمی تمام ها نمیدونم روشی KFC KFC اون موی سفید چه رسمش میدونید؟ موی سفید چه رو نامش نمیدونم، خیلی میدونیمش.
یا رسم موی سفید چه هست؟ اون موی سفیدی به فکرم امریکایی یک استاد یا وقتی نقل کرده بود همون موی سفید وقتی به نفقه می براید او پیش از نفقه برآمدنش همین روزهای یکشنبه روزهای استراحت همراهی دوستان 4 نفر 5 نفر دوستان به یک جا دمگیری می رفتین. خیلی مردمی چه ها برای خودشون اهمیت نه روزی استراحت میکنن دمگیری می رفتین مرغ می پخته است. همین مرغی که از این KFC که می بینید به همین شکل مرغ می پخته است همون وقتا حالی وقتی که کار دارد در دیگر جا کار میکنه. بعد مرغ می پخته است همه می خوردین به همه معقول می شده است خوش طعم می پخته است علل خصوص اگر مرغ‌های مقصد خانه پروری باشد مرغایی که دانه خوب خورده باشه گوشتاش به مزه میشه اگر از اون مرغا اگر پزید به مزه تر میشه خلاصه می پخته است همه یارو دوستا خرسند همه وقت اینه می بردین قطعه‌هاشون استراحت این باشد همون مرغ میپزن خلاصه وقتی که به چی میبراید به نفقه میبراید دیگه کار نیست بعد آمده به آشخانه ها خودش پیشنهاد میکرد از موی سفیدی از 60 گذشتگی خودش پیشنهاد میکرد که من بسیار مرغ خوب میپزم و من به کار گرید آشخانه تمام مرغ پخته میتیم میفروشید شما به من آیلیک دهید نمیگفتیم موی سفیدی پیره که بسیار آدما به کارخانه هاشون میخواد چی موندگیان مثلا کارگر میگیریم از سین 20 تا 40 از سین 40 اون طرفش یعنی که الکی بی قوت میشد سرش زدگی هست این است آن است یعنی غالبا نمیگیرن خلاصه موی سفید دیگر آشخانه میرد پیشنهاد میکند دیگر آشخانه میرد پیشنهاد میکند همین یک مراتبه تمامی آشخانه های شهر چغز دست قبول نکردیم بعد همین استاد گفت که کنیم شما به من گویید که این چند دور چغز زدگی هست یعنی چند مراتبگی خودش پیشنهاد کردگی است خیلی یک آدم 2 بار گفت یا آدم 3 بار گفت یا آدم 10 بار گفت خلاصه همون استاد گفته بود که 1000 مراتبه خودش پیشنهاد کردگی است یعنی من با کار گرید من بسیار مرغ خوب میپزم هم در همین گپش گفتن زمانو نگو خب مسئله دوام مسئله این است که خلاصه موی سفید 1000 مراتبه و هر یک آشخانه های و قهوه خانه ها خودش رو پیشنهاد کرده است همین که گپ سر کرد موی سفید شکلش میدیدین جواب میدادین گوش نمیکردین گپش همین خیلی چون که برای خودشون قانون قبول کردن که خودش یعنی سینی نفقه برای چی یعنی که باید کار نکنه سینی نفقه برای چی او خودش نفقه برای آمده سالکه باید کار ما نگیرید بنابراین 1000 مراتبه آشخانه های چغز دست همه رد میکردن الان اون جاها که با قانوناشون با سخت میگیرن به هم یک آدم قبول کرده است یک بار گوش کرده است شکایتش او گفت از محلی خیده رو کنیم یک مراتبه پس بخوریم وقتی که مرغ میپزد معقول میشد بعد به کار میگیرد من امروز KFCش در تمام دنیا هست یعنی شما فکر نکنید که با یگان بچه میلیاردر بود و میلیاردر به دنیا آمد و این آشخانه شک شد و در همه جا برندش ماند گفته او بعد به پینسه برآمدن اینقدر مهنت کرده است این آزی به فرزنداش شاید میلیاردها یعنی که میراث گذاشته رفت فهمیدید برای همین برادر عزیز نگویید که یگان وریان دیگه ندارم چاره ندارم نگویید زمین از آن الله هست زمین وسیع هست مردمی زیاد هست کسب و کاری زیاد است جستجو کنید انشاءالله میابید بله